تو این آموزش یک مدل رایگان دانلود میکنیم، اونو ریگ میکنیم، بنه اضافهشو با یک کلید حذف میکنیم و تو آنریل کنترل ریگ اضافه میکنیم. انیمیشنای آنریل و میکسامو رو بهش اضافه میکنیم و در نهایت بوم! اینجا دیگه کدوم جهنم دره‌ایه؟ هی ترسیدم بابا. خب بالاخره به 100 نفر رسیدم و آموزشی که رأی آورده بود رو بریم که بسازیم. یک مدل رایگان دانلود میکنم. با هر فرمتی که دوست دارید میتونید دانلود کنید. بعد وارد بلندر میکنیم و اگه تغییراتی لازم بود انجام بدین و خروجی FBX میگیریم. برای ریگ کردن من از اکوریگ استفاده میکنم. میتونید رایگان از سایتشون دانلود کنید. نیاز به لاگین با جیمیل داره. بعد کاراکتر رو میکشید و میندازید تو برنامه. این تیک رو بزنید تا تقارن حفظ بشه. مطابق الگو قرار بدین. اینجا تعداد انگشتان رو انتخاب میکنیم. دوباره مطابق الگو تنظیم میکنیم و میریم مرحله بعد. اگه هنوز سابسکرایب و لایک نکردی، الان لایک کن و اگه موضوع مناسب کارته، سابسکرایب کن. خب، مدل ما آماده شد و حالا بریم برای آنریل خروجی بگیریم. شما با همین خروجی میتونید کاراکتر رو وارد آنریل کنید. اما توصیه میکنم بنای اضافیشو حذف کنید. اما توصیه میکنم قبلش بن اضافیشو حذف کنید. برای حذف بنای اضافه من یک کدی نوشتم که کارا راحت میکنه. این برای گروه ویژه هست، اما به تلگرام من پیام بدین تا براتون بفرستم. کد رو اینجا وارد میکنید و با یک کلیک تبدیل به ریگ استاندارد آنریل میشه. برای خروجی گرفتن هم نیاز به تنظیمات خاصی هست، اما من اونم براتون راحت کردم. فقط کافیه یک بار این کد رو بزنید و برای همیشه به بلندرتون اضافه میشه. حتما یادتون باشه همه کاراکتر رو انتخاب کنید. با زدن کلید A همه انتخاب میشه. برای همیشه این تنظیمات اضافه شد و هر مدلی رو میتونید برای آنریل خروجی بگیرید. مدل رو با تنظیمات پیش‌فرض وارد آنریل می‌کنم. با این گزینه کنترل ریگ میسازن. حالا اسپاین برای اسکلت اصلی و لگ برای پاها
و آرم برای دستها و نک برای سر به کاراکتر انتقال میدم. به همین راحتی ریگ کردید. انگشت ها رو هم میتونید اضافه کنید. و نکته آخر، ریگ رو به مدل وصل کنید. و تمام. خب از اونجایی که من آدم خوبیم چند تا آموزش دیگر رو هم تو این آموزش بهتون میگم. پس لایک و حمایت شما فراموش نشه. یه نفس بگیرید بریم برای باقی آموزش. یکی از بروزترین بسته‌های انیمیشن آماده آنریل که رایگانم هست، انتقال بدیم به کاراکتر خودمون. بعد از دانلود روی یکی از انیمیشن ها راست کلیک کنید و این گزینه رو بزنید. بعد کاراکتر خودتون رو به این مکان اضافه کنید و هر انیمیشنی رو که دوست دارید برای مدل خودتون خروجی بگیرید. من توی پوشه کاراکترم یک پوشه جدید باز میکنم و خروجی میگیرم. تمام. حالا شما انیمیشن مخصوص کاراکتر خودتون رو دارید. شما میتونید از این گزینه هم برای ثابت بودن یا متحرک بودن استفاده کنید. آیا میدونستید میتونید انیمیشن های سایت میکسامو رو هم برای کاراکترتون استفاده کنید؟ کافیه کاراکترتون رو تو سایت میکسامو آپلود کنید. بعد هر چند تا انیمیشنی که دوست داشتید دانلود کنید. بعد بکشید بیارید تو آنریل و تکسچر و متریال رو غیر فعال کنید. تیکه انیمیشن رو فعال کنید و اسکلت کاراکتر خودمون انتخاب کنیم. و در آخر ایمپورت کنیم. این انیمیشن به کاراکتر ما اضافه میشه. به همین راحتی. حالا بریم انیمیشن اول ویدیو رو بسازیم. کاراکترمون رو به سیکونسر اضافه می‌کنیم و با ریگی که ساختیم انیمیت کنیم. خب اینم از انیمیشن. بریم ببینیم. شما میتونید هر پوزیشن کاراکترتون رو ذخیره کنید و بعد ازش استفاده کنید. برای این کار این قسمت رو فعال کنید. شما میتونید یک بن یا تمام بن‌ها رو انتخاب کنید و بعد یک اسم انتخاب کنید و همین فریم رو ذخیره کنید. توجه! اگه عکس جای مناسب نبود، شما میتونید زاویه دوربین رو مشخص کنید و دوباره عکس بگیرید. حالا میتونید تو هر جایی و برای هر کاراکتری که خواستید استفاده کنید. فقط یادتون باشه چه برای ذخیره و چه برای استفاده باید بن‌های مورد نظر انتخاب شده باشه. بعد از انتخاب فریم و بن‌های مورد نظر میتونید از این پوز استفاده کنید.
این پوز برای تمام کاراکترها با ریگ استاندارد قابل استفاده است و هر تعداد که بخواید میتونید پوز مود بسازید. شما میتونید همین انیمیشن رو هم ذخیره کنید و برای کاراکترهای دیگه هم استفاده کنید. یه نکته یادم رفت بگم. مزیت استفاده از این کد و ریگ استاندارد اینه که شما میتونید ریگ و انیمیشن رو بین کاراکترهای استاندارد کپی کنید و استفاده کنید. مثلا کنترل ریگ رو انتخاب کنید و کنترل C بزنید و بعد روی کاراکتر مورد نظر کنترل V بزنید و همین راحتی. توجه داشته باشید که اسکلت آنریل 4 و 5 با هم متفاوت هست. من این کاراکتر و انیمیشن هاشو تو کانال میذارم، میتونید دانلود کنید. این دوتا کد برای کانال ویژه است که بهم پیام بدین براتون میفرستم. خوب لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدئوی بعد بدرود.